سلام به همه دوستان خوشحال و پرانرژی. چه خبر؟ خوش اومدید به این ویدیو از کانال دارکوور. اینجا قرار است بخندیم، خوش بگذرونیم و لحظات خوبی تجربه کنیم. همونطور که تامنیل ویدیو متوجه شدید قراره به مدت 1 ساعت اینجا زندگی کنیم روی همین موب و شرایط خودش داره، یعنی اینکه نباید پاشیم اصلا، فقط میتونیم دراز و بشینیم. و اینکه بی‌معطلی بریم سراغ ویدیو. Let's go. الان دقیقاً ساعت 3 هستش و از همین الان چالشمون شروع میشه. خب چالشمون شروع میشه. 3 2 1. از همین الان شروع میکنیم چالش 1 ساعت در موب. درست کنم. آخیش خب چیه؟ 1 ساعت میشه. عجیب نیست. واقعا دیر میزد. الان هنوز 5 دقیقه هم نگذشته. قرار شده با هم صحبت کنیم. واقعا بسرم سر رفته. که الان دقیقا 5 دقیقه هم گذشته از چالش. الان دقیقا تازه 5 دقیقه از چالش گذشته و واقعا حوصله‌ام سر رفته. چون که الان واقعا حوصله‌ام سر رفته. که الان گوشی ندارم که باش بازی کنم یا برم، چون الان دقیقا گوشی داره ویدیو میگیره. تلویزیونم که روشن نکردم. گفت الان یه مجازات بشه سخت‌تر بشه چالش. یعنی تلویزیونم بس روشن نکردم. مثلا گوشی هیچ، تلویزیون هیچ. هر کاری که میتونم بکنم اتاق فکر شماره 1 و شماره 2 فکر نکردم. بچه ها واقعا الان خسته شدم و خون دراز میکشم. یعنی چی خسته؟ فقط 1 دقیقه دیگه میشه ساعت 3 و 10 دقیقه. یعنی 50 دقیقه دیگه همچنان مونده. ساعت شد دقیقاً 3 و 10 دقیقه. 50 دقیقه دیگه همچنان مونده. بچه های ویدیو پارت 2 هم داره، یعنی که فکر کنم 2-3 ویدیوی بعد دوباره همین چالش رو میخوایم بگیریم، البته با موب کوچیک‌تر، یعنی این موب که آخر ویدیو بهتون نشون میدم. اونجا هم دوباره 1 ساعت ولی چالش سخت‌تره، یعنی اونجا فقط میتونم بشینم، یعنی دراز نمیتونم بکشم ولی به زور. بچه حتما توی بخش کامنت ها حتما ایدهاتون رو بنویسید چه ویدیو بعدی ما ایده شما باشه. الان من ایده واقعا کم آوردم توی ویدیوها،
نزدیک 7 تا ایده نوشتم ولی بیشتر از اون دیگه نمیدونم. تقریبا تا 2 هفته ویدیو داریم. ما هفته 3 روز فکر کنم اگه بشه هفته 3 روز یا هر روز ویدیو میذاریم و شاید یه هفته 2 هفته ایدامو تموم شه. بعد حتما آخر بخش کامنت ایده بدین، شاید ویدیو بعدی بایدش. الان ساعت 3:20 است و برابرش واقعا از این وضع خسته شده. با اینکه تازه 20 دقیقه است گذشته از 1 ساعت، 40 دقیقه دیگه همچنان مونده. بعد جور خسته شدم. خدا این مبل همون مبلی که بهتون گفتم قرار تو پارت 2 داخل جدول یا بشینی یا دراز بشینی به تو 1 ساعت. اگه 10 تا لایک بگیره خب روی همین مبل به مدت 2 ساعت وایسم. اگه 10 تا لایک بگیره، الان نمیدونم بگم هم لایک کنید هم لایک ندید، ولی لایک اشکال نداره، من این چالش رو میرم. همین 2-3 دقیقه دیگه تقریبا میشه ساعت 3:25 دقیقه. تقریبا 7-8 دقیقه دیگه میشه ساعت 3. واقعا سخته. باش حتما کانال تلگرام موریستا رو حتما دنبال کنید، اونجا اخبار رسانه کانال رو میذارم. اتفاقاتی مثلا میخواد تو ویدیوهایی که مثلا میخواد ببینیم حتما داخل اینستا میذارم، حتما اونجا رو دنبال کنید. و اینکه بعد ساعت به 3:25 دقیقه رسید. برای بچه نصفی از چرا انقدر این گیر دارم. برای بچه نیمی از چالش گذشت، یعنی الان ساعت 3:30. اشتینی داداش من بارسایی هم تعجب نکن، عشق فقط بارسا، ویسکار بارسا، ویسکار کاتالونیا. خب واقعا گوش ندارم، آب بخورم. بچه ها ببخشید، واقعا گوش ندارم. جو بیسکویت همو خوردم، آبم بیزاره خوردم، بهتر شدم نسبت به قبل. الان تقریبا یه 2-3 دقیقه دیگه میشه ساعت 3:35 دقیقه. ساعت 3:35 دقیقه هم تموم شد و بعد دیگه 25 دقیقه دیگه مونده. چالش واقعا سخت، مخصوصا اگه 2 ساعت هم اونجا وایسی خیلی سخت، چون اون موقع اصلا جای تکون خوردن نداره، فقط میذاری بشینی یا دراز بکشی، درازم بکشی که اصلا خیلی سخته. باید دوباره بابت صدای کم ویدیو واقعا عذر میخوام. من تمام تلاش میکنم که صدای ویدیو رو ببرم بالا، ولی خب همچنان پایین هست. فقط یک شب دیگه مونده تا پایان چالش. ببینیم بچه، ببینیم من بخواد گردم. عشق بارسا، ویسکار بارسا، ویسکار کاتالونیا. بگو به ویسکار، بعدش بگو بارسا، بعد دوباره بگو ویسکار، بعد بگو کاتالونیا. یه تو به جمع بارسا پیوست. مشکل بزرگ 10 دقیقه چالش میدونم، فقط 5% شارژ دارم. میترسم که کم بیارم، شارژم داره میره. نت روشن بود، فیلتر شکم روشن بود. زمانی که داشتم تامنیل ویدیو میزدم
یادم رفت خاموشش کنم. برای همین الان 5% بیشتر شارژ ندارم، یعنی الان شد 4% و فقط الان چند دقیقه مونده؟ 7 دقیقه 6 7 دقیقه مونده 7-8 دقیقه مونده تا پایان چالش. یعنی من 1 ساعت موب بودم، خودم باورم نمیشه 1 ساعت یعنی موب بودم. آخرای ویدیو حرفی دارید بزنید تو کامنت ها بگید. 10 تا لایک برسه گفتم من تو پارت 2 ساعت اینو میرم و شوخی با کسی ندارم و میرم. گفتم میخوای لایک نکن، نمیخوای من از زرج بدی لایک نکن. کی زرم کنه؟ من یوتیوب. کی زرم کنه؟ من یوتیوب. 10 تا لایک نکن. الان ساعت 3:50. الان دقیقاً ساعت 3:55. این ویدیو مونده تا پایان چالش. 5 دقیقه دیگه تموم چالش. یعنی بدجور کمرم درد میکنه. فقط میخوام قلنج بشونم. یکی بس قشنگ به قلنج بشونه. بدجور قلنجم درد. چی میگی اول؟ این از چیز خستگی ها. فقط میخوام قلنج. فقط 3-4 دقیقه مونده. به خدا 3-4 دقیقه علی تمام کن. علی تمام کن. فقط 2 دقیقه 3 دقیقه ساعت چند دقیقه؟ تقریبا ساعت 3:56 58 دقیقه است. فقط 2 دقیقه دیگه مونده. خیلی سخته. دارم چالشو من میکنم تموم. این از اثرات خوشحالی ها، اثرات بعد از برد که فقط 1 دقیقه دیگه تا پایان چالشونه. ساعت دقیقاً 3:59 دقیقه است. الان تقریبا گرفتم 1 دقیقه. 4 3 2 1 پایان چالشه. ماجرا گوشیم و بعد سری ویدیو رو قطع کنم برم برای ادیت. اینم از این ویدیو. فقط الان واقعا فقط میخوام پروژه این لحظه رو میخوام فیلم بگیرم. برابر چه واقعا خستم. الان دقیقا 1 ساعتمون تموم شد و اینکه نه این ویدیو بود. اینم همون مبلیه که قراره اگه 10 تا لایک بگیره 2 ساعت روی همین مبل وایسم. دیگه دست خودت. میخوای لایک نکن، میخوای لایک کی ضرر کنه؟ من یوتیوب. اینم این ویدیو بود. امیدوارم که لذت برده باشید. بس تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.